خوشبختی در این نیست که انسان همه چیز را داشته باشه. خوشبختی در این نیست که انسان همه چیز را داشته باشه، بلکه خوشبختی در این است که انسان با همون چی که داره با همون خوشحال باشه. خوشبختی در این است که با همون چی که داره شکر الله سبحانه و تعالی را ادا بکنه، با همون چیزی که الله سبحانه و تعالی به او لازم دیده با همون هم شکر الله سبحانه و تعالی را ادا بکنه. گاهی با یک سجده خالصانه، گاهی با یک دعای صادقانه بیشتر از هزاران دارایی به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش داره. پس خوشحالی و خوشبختی و ارزش و عزت تنها به این معنا نیست که انسان همه چی داشته باشه و انسان خوشبخته، بلکه با همون کمی که داری ادای شکر الله سبحانه و تعالی را کردی تو خوشبخت می باشی. گاهی با یک سجده صادقانه، گاهی با یک دعای خالصانه، با 2 رکعت نمازی مخلصانه و عاجزانه بهتر از هزاران دارایی به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش داره و عزت داره به نزد الله سبحانه و تعالی بلند میبره.